در ادامه رقابت‌های فوتسال که از سوی یکی از رادیوهای خصوصی در زون‌های کشور راه اندازی شده بود، این بار فوتسال بازان ولایت‌های پکتیکا، لوگر، خوست و پکتیا در زون جنوب شرق کشور با هم به رقابت پرداختند. این رقابت‌ها تحت نام جام فوتسال رادیو جوانان میان 4 ولایت زون جنوب شرق به میزبانی ولایت خوست برگزار شده بود و با قهرمانی تیم منتخب ولایت لوگر همراه شد. هدف از برگزاری این پیکارها ایجاد تفریح سالم، اتحاد و همدلی میان مردم، زمینه سازی برای توسعه رشته ورزشی فوتسال و ارتقای ظرفیت سازی برای فوتسال بازان کشور عنوان شده است. جاوید صدیقی رئیس فدراسیون فوتبال ولایت لوگر برگزاری این مسابقات را جهت رشد ظرفیت فوتسال بازان مهم عنوان نموده میگوید انجام این چنین مسابقات بالای روحیه ورزشکاران و تشویق آنان به ورزش تاثیر گذار است. خوشبختانه که به میزبانی خوست مسابقات برگزار شد، واقعا لذت بخش بود. از تماشاچی عزیز، از میزبانی ولایت خوست جهان سپاس و از رادیو جوانان تشکر میکنیم که این مسابقه را برگزار کرده به خاطر رشد جوانان، به خاطر تیمای فوتسال کشور ما که یک دستاورد بزرگ است به تمام کشور ما. همچنان امید یوسفزی مسئول برگزاری این مسابقات با ابراز خرسندی از نحوه انجام این رقابت‌ها ابراز داشت. برای بار نخست مسابقات فوتسال میان تیم‌های ولایات زون جنوب شرق کشور برگزار شده و فوتسال بازان این ولایات جهت رشد استعدادشان با هم بخت آزمایی کردند. ما امروز در ولایت خوست و به میزبانی ولایت رقابت‌های بسیار خوب را شاهد بودیم. خوشبختانه برای بار نخست تیم پکتیکا، برای بار نخست تیم خوست از بازی‌های فوتسال به بار نخست مستفید شدن. واقعا جای افتخار برای ما و برای تیم کاری ماست که تانستیم زمینه ساز بازی تیم پکتیکا شویم که متاسفانه در طی سالهای گذشته محروم بودن و برای فعلا ما زمینه سازی را کردیم تا بتانیم که تیم پکتیکا در رشته فوتسالی رشد داشته باشه. بالاخره اینا از ولایت خود بین به ولایت دیگه و بازی کنند. یکی از دستاوردهای بسیار خوب ما هست و احساس خوشحالی میکنیم. عبدالرحیم کریمی و سعیدالله دو تن از بازیکنان تیم‌های پکتیا و خوست سطح برگزاری این مسابقات را جذاب عنوان نموده خواستار برگزاری بیشتر این چنین مسابقات شدند. ماشاءالله اولین بار است که در ولایت خوست یک تورنمنت خیلی جذاب دیدنی برگزار می شود. ما یک تیم از ولایت پکتیا بودیم که آمدیم به این تورنمنت اشتراک کردیم. ماشاءالله خیلی خوب بازی کردیم و خیلی زیاد تشکر میکنیم از رادیو جوانان. دغه لوبې چې موږ ترسره کړې د پکتیا لوګر پکتیکا دنه مو ډېر څه زده کړلو. هغه څه مو ترې زده کړل چې کوم موږ ورته اړتیا لرله. لوبډله خو زما چې کومه د خوښې لوبډله وه هغه د لوګر لوبډله وه چې واقعا ښکلې لوبې ترسره کړې، ډېرې ښکلې لوبې ترسره کړې. با پایان این مسابقات در زون جنوب شرق کشور و راهیابی تیم منتخب لوگر در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان قرار است تا چند روز دیگر مرحله دوم این رقابت‌ها میان زون‌های کشور در پایتخت پیگیری شود.